تا حالا شده خودت را دست کم بگیری در حالی که در درونت حرفهای ناگفته، توانایی‌های پنهان و جرأت خوابیده که هیچ وقت بهش فرصتی بیدار شدن ندادی؟ اعتماد به نفس یعنی منتظر آماده شدن نمانی. یعنی بدانی کامل نیستی اما شروع می‌کنی. بیشتر ما مشکل توانایی نداریم، مشکل باور داریم. باورهایی که از کودکی در ذهنمان کاشته شدن. تو کافی نیستی، دیگران بهترند، اشتباه نکن. اما حقیقت این است هیچ کس با اعتماد به نفس متولد نمی شود. اعتماد به نفس ساخته می شود با تصمیم های کوچک، با ایستادن بعد از هر ترس. اگر امروز از دیده شدن می ترسی، یعنی چیزی داری که ارزش دیده شدن دارد. برای شنیدن خلاصه بهترین کتاب‌های روز، ویدیو را لایک کن و کانال را سابسکرایب کن تا آخر با ما همراه باشید. به نام یاد خدا خوش آمدین به درس‌های زندگی. امروز می‌خواهیم صحبتی داشته باشیم در مورد بی‌اعتماد به نفس دقیقاً چیست؟ چی کسی با اعتماد به نفس است و چی کسی بی‌اعتماد به نفس؟ بی‌اعتماد به نفس یعنی ارزش خودت را به نتیجه گره بزنی. مثلا دانش آموزی که اگر نمره‌اش 20 باشد خودش را دوست دارد، ولی اگر 14 شود احساس بی‌ارزشی می‌کند. یا کسی که فقط وقت تعریف میشنود حال دلش خوب است. واقعیت مهم: اعتماد به نفس یعنی من ارزشمندم حتی وقت کامل نیستم. ریشه های پنهان به اعتماد به نفس چیست؟ اول، مقایسه قاتل خاموش اعتماد به نفس است. تو نسخه پشت صحنه زندگی خودت را و با نسخه زندگی دیگران مقایسه می‌کنی. مثلا در اینستاگرام می‌بینی کسی موفق است اما نمی‌بینی چند بار شکست خوردن. دوم، زخم‌های کلامی گذشته. یک جمله در کودکی مثلا تو ارزه نداری می‌تواند سالها فرمان زندگیت را به دست بگیرد. سوم، ترس از اشتباه. بیشتری از ما یاد نگرفتیم اشتباه کردن طبیعی است، در حالی که اعتماد به نفس از دل اشتباه بیرون می آید، نه موفقیت. فرض کن میخواهی ویدیو ضبط کنی، دلت میخواهد اما ذهنت میگوید صدات خوب نیست، دیگران بهترند، مسخره میشوی. دو مسیر داری. مسیر اول عقب میشینی، ذهنت میگوید دیدی من درست میگفتم. مسیر دوم اقدام ناقص، ذهنت یاد میگیرد میشود حتی اگر کامل نباشد. اعتماد به نفس قبل از عمل نمی آید، بعد از عمل ساخته می شود. چطور با اعتماد به نفس مبارزه کنیم؟ اول، قانون اقدام ناقص. به جای بهترین نسخه انجام شده را انتخاب کن. دوم، مواجهه کنترل شده با ترس. مثلا اگر از صحبت میترسی یک جمله بگو. اگر از نشنیدن میترسی یک درخواست کوچک داشته باش. سوم، تغییر گفتگوی درونی. به جای من نمیتوانم بگو دارم یاد میگیرم. چهارم، زبان بدن قدرتمند. صاف ایستاد شو، آهسته حرف بزن، تماس چشمی برقرار کن. بدن ذهن را دنبال خودش میکشد. پنجم، ثبت شجاعت ها. هر شب بنویس امروز کجا با وجود ترس جلو رفتم. ششم، قطع مقایسه. خودت را فقط با دیروزت مقایسه کن، نه با هیچ کسی دیگر. هفتم، قرار دادن خود در نقش آموزگار. وقتی چیزی را یاد میگیری به کسی توضیح بدی. این کار اعتماد به نفس را چند برابر میکند. تغییر ذهنیت درباره اعتماد به نفس. به اعتماد به نفس میگوید اگر شکست بخورم چی؟ ذهن رشد میگوید اگر جلو نروم چی از دست میدهم؟
اعتماد به نفس یعنی اجازه بدهی خودت دیده شوی، حتی اگر هنوز در حال رشد هستی. اعتماد به نفس نه در تشویق دیگران ساخته می شود، نه در بی اشتباه کردن. اعتماد به نفس جایی ساخته می شود که با وجود لرزش صدا حرفت را می زنی، با وجود ترس قدم برمیداری و با وجود شکست ادامه می دهی. هر بار که خودت را کوچک می کنی، یک فرصت را از خودت می گیری، اما هر بار که جلو می روی، یک نسخه قوی تر از خودت را می سازی. امروز فقط از خودت این سوال را بپرس: اگر به خودم ایمان داشته باشم، اولین قدمم چی بود؟ اگر می‌خواهی هر روز قوی‌تر فکر کنی و زندگی آگاهانه تری بسازی، کانال درس‌های زندگی را دنبال کن، چون بزرگترین تغییرها از باور به خودت شروع می‌شود. تشکر و سپاس از همراهیتان.